کت خدا رسیدیم، این هم تنگه مرحوز. آورین پس تنگه مرحوز این است. میگم اونقدر هم تنگ نیست. حالا که دشمنان به ما ضربه میزنندی ما هم تنگه را میبندیم و تمام. شل تنگه را ببند. کت خدا چگونه ببندیم؟ این قالقال خیکی را بنداز در آب تا تنگه بسته شود. ای بابا این که نشد، چه کار کنیم اندی؟ کت خدا باید تنگه را به صورت دانش بنیان ببندیم، برویم درخت های آن جنگل ها را بیاوریم و در تنگه بیاندازیم تا بسته شود. ببند بابا دهنت را، هرچه جنگل و کوه و دریاچه بوده را بر و بکس ما خورده اندی. چیزی این حوالی نمانده که با آن تنگه را همی ببندی. کت خدا من یک فکر بکری همی دارم، بیاییم اینجا یک گشت ارشاد همی را بیندازیم تا دیگر کسی جرأت نکند از تنگ رد شوندی. عجب خندی هستی ها، گشت ارشادمان را در کوچه های فینیتو اوراق کرده اندی. حالا تو اینجا میخوایی گشت ارشاد درست کنی؟ کت خدا یه فکر بکری همی دارم، گوشتان را بیاورید جلو. آورین حالا مثل دزد دریایی شدیم و دشمنان با قایق‌هایشان میآیند و از ما میترسند. کت خدا قاچ زیر را بچسب، بستن تنگ پیشکش شد.